به نام خدا، محسن شفیعی هستم از گروه برنامه‌نویسی هیلتون. در خدمت شما هستم با آموزش انگولار. توی قسمت من یک صفحه از قبل ایجاد کردم و یک استایل بهش دادم. حالا میخوام در زمان اجرای یک کنترل یک المنت به HTML اضافه کنم و یا اونو حذف کنم. برای این کار من اومدم از المنت های UL و LI استفاده کردم و شما میتونید از هر المنتی که توی HTML هست استفاده کنید، فرقی نمیکنه. فقط روال کارش همینی که الان من خدمتتون عرض میکنم. خب برای اینکه ما المنتی را به صفحه اضافه کنیم، یعنی من المنتم LI میام داخل این تکست باکس اون المنت رو مینویسم، بعد با استفاده از دکمه اد اونو اضافه میکنم به UL. این نوار سفید رنگ که میبینید یه دونه LI خالیه، حالا من گذاشتم که شما ببینید و یک ضرب برای اینکه اون LI رو حذف کنم. حالا با هم میریم این کدا رو بنویسیم. اولین کاری که باید بکنیم این مقادیر رو از ورودی بگیریم، یعنی از تکست باکس این مقدار رو بگیریم. من از قبل یه سری کارها رو انجام دادم. یکی این که صفحه ایندکس رو یه مین کنترلر رو انگولار مین دات مین رو هم اضافه کردم. همه رو اضافه کردم به استایل و یه سری استایل ها هم بهش دادم. همون کارهایی که قبلا انجام دادیم. حالا من اینجا اومدم از فریم ورک WD3 اسکول چون استایلش خوب بود ازش استفاده کردم. شما میتونید از هر فریم ورک یا CSS استفاده کنید، فرقی نمیکنه. من میام سراغ مین کنترلرم. اولین کاری که میکنم یک آرایه تعریف میکنم. میام یک آرایه به اسم میام با استفاده از scope.student مساوی است با یک آرایه که دو تا هم پیش‌ورد بهش میدم، مثلا علی، رضا. خوبه، این دوتا کافیه. من فعلا دوتا بهش میدم که تگ UL مون خالی نباشه. حالا برای اینکه اینا رو نشون بدم میام تو قسمت ایندکسم و اون صفحاتی که دارم توی تگ UL و LI که من اینجا ایجاد کردم، این تگ میام داخل تگ LI هم یه فاصله میدم و ng repeat استفاده میکنم از خاصیتی به نام ng repeat برای نشون دادن اون آرایه ها. پس میام یه متغیر به نام آیتم و بعد این و بعد اسم آرایم که student بود، student. خب این آیتم میره تک تک اون مقادیر رو برمی‌داره و اینجا برام به صورت خودکار در زمان اجرا LI میسازه. حالا اگه من کنترل S رو بزنم و بیام بعد از این LI با استفاده از عبارت ها آیتم رو انتخاب کنم، اون آیتم ها تک تک برام ایجاد میشن. خب میام به سراغ مرورگرم و اینو رفرش میکنم. ببینید دوتا آیتمی که به صورت پیش‌فرض بود به برنامه‌مون اضافه شد و این علامت ضرب هم افتاد وسط. این دوتا بذارید باشن. حالا خودمون میخوایم بهش اضافه کنیم. برای این کار میریم سراغ اینپوتمون و اینجا یه دونه خاصیت به اسم ng مدل استفاده میکنیم چون میخوایم از ورودی بگیریم. اسمش رو من میذارم همون نیم. شما هر نامی میتونید بهش بدید ولی باید بتونید ازش استفاده کنید. میام داخل مین کنترلرم حالا یه تابع برای اضافه کردن لیست باکس اضافه میکنم. برای تعریف متغیر تو کنترلرم قبلا توضیح دادم. اسم متغیر اسکوپ بعد نام تابع، مثلا من اینجا اد آیتم میزنم، آیتم مساوی است با یه تابع بینام میشه فانکشن پرانتز باز بسته آکولاد باز بسته و بعد داخلش می نویسیم یه ورودی میگیرم. از اون ورودی که من میخوام بگیرم اسمشو میذارم آیتم و حالا داخل این میام با استفاده از متغیر اسکوپ به آرایم دسترسی پیدا میکنم. برای تعریف یک آرایه توی
جاوا اسکریپت به این صورت عمل میکنیم. و برای اینکه بخوایم یه دونه آیتم به آرایه اضافه کنیم، معمولا بیفته آخر آرایه، میایم از تابعی به نام پوش اضافه میکنیم. حالا اگه بخواید از آخر هم کم کنید، از پاپ استفاده میکنیم. و این ما میخوایم از اسپلایس استفاده کنیم. حالا بعدا در مورد تابع ریموت حرف میزنیم. فعلا تابع اد رو بسازیم. خب با استفاده از تابع پوش ما میایم به آخر لیستمون یه دونه آیتم اضافه میکنیم، آیتمی که از ورودی میگیریم، ورودی این تابع. و از اسم تابعمون آیتم بود، من کپیش میکنم میبرم توی صفحه اصلی. کنار این باتون یه رویداد هست به نام کلیک که توی انگولار هم همین هست. من از خود رویداد انگولار استفاده میکنم. میام اینجا ng کلیک و اون تابع رو اینجا می نویسم. چون مقدار ورودی داره، من ورودی رو از همون ng مدل میگیرم. پس میام می نویسم name و ورودی رو براش میفرستم. با این کار ما میایم در واقع به آرایه‌مون یه دونه اضافه میکنیم و اینجا هم خودکار خودش نشون میده. مثلا من اینجا می‌نویسم محسن اضافه میشه، مثلا هیلتون اضافه میشه دیگه، مثلا احمد، مثلا اکبر. میایم به همین صورت میتونید اضافه کنید به لیست. حالا میایم دکمه حذفم براش من گذاشتم از قبل، ولی فعلا براش کدی ننوشتم. برای اینکه این کار هم انجام بدیم میایم سراغ UL مون. ببینید یه LI واسه LI اسپن من گذاشتم، یه تگ اسپن استفاده کردم، یه X گذاشتم که شما فکر میکنید زبدره. و با استفاده از دبلیو اسکول اومدم یه استایل بهش دادم که بتونیم حذفش کنیم. من اینجا میام یه باز انجی کلیک براش می‌نویسم، انجی کلیک و حالا اول بریم تابعش رو بنویسیم، بعد بیایم اینجا ازش استفاده کنیم. برای تعریف تابع میایم به این صورت تعریف می‌کنیم، بازم مثل قبلی scope dot remove item. اسم تابع رو به این صورت می‌نویسم، مساوی است با فانکشن پرانتز باز و بسته، یه دونه هم متغیر مثلا آیتم بازم و اینجا آکولاد باز و بسته، میام سیمیکولون هم براش میذارم. بین این تابع میام از اسکوپ استفاده میکنم که به آرایه دسترسی داشته باشم. وقتی دسترسی پیدا کردم میایم با استفاده از یک تابع هست به نام اسپلایس. با استفاده از اسپلایس برای جدا کردن و اسپلایس برای حذف. خودش میگه نامبر استارت رو بگو بعد دلیت. ببینید اگه اینجا دقت کنید نوشته نامبر استارت یعنی اندیس شروع بگو، بعد بگو بعد از اون چند تا حذف بشه. مثلا من میگم صفر و یه دونه، چون میخوام یه دونه حذف بشه. پس آیتم رو از ورودی میگیرم و یه دونم ازش حذف میکنم. یه تابع است توی جاوا اسکریپت برای کار با آرایه ها. خب تا اینجای کار کنترل رم رو سیو میکنم و اسم این تابع یعنی ریموو آیتم رو میبرم اون داخل همین اسپن پیست میکنم، ولی یه ورودی داره. حالا ورودی رو چجور بگیریم؟ ورودی رو چطور بگیریم؟ برای اینکه ورودی رو بگیریم مثل جلسه قبل اگه یادتون باشه توی پروژمون، برای اینکه یه اندیس یک آرایه یا یک شی رو به دست بیاریم میایم با استفاده از متغیر سراسری ایندکس استفاده میکنیم. یه متغیر خود انگولار اومده این کار رو برامون انجام داده که میتونیم این ورودی رو بگیریم. حالا اگه من کنترل اس بزنم و بیام اینجا ران کنم، یه متغیر مثلا اینو من حذف کنم، ببینید حذف شد. یا حالا مثلا حسن اضافه میکنم به تکست باکس هم، مثلا هیلتون
اضافه میکنم به تکست باکسم و محسن رضا همینطور احمد. هر چیزی که بخواید اینجا بنویسید داخل تگ li، یعنی اون چیزی که بین تگ li قرار میگیره اینجا من میذارم. حالا اینطور نیست که مثلا از آخر بخواید حذف کنید. مثلا من این حسن رو اینجا حذف کنم، ببینید حسن حذف شد، رضا مثلا حذف شد. اینم از این مثال. تا جلسه بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.